سلام دخترای مقبول، باز هم من اقصا هستم و بیاین که یک کمک قصه کنیم و از امی در دلای دخترانه دیگه. دخترای شما هم در گرمی نمی مشکل دارن که اصلا نمیتونن فاندیشن استفاده کنید تا من میتونستم. من خلاصی نمیتونم، ولی اینجا باید تیار میشدم، من تا از فاندیشن استفاده نکردم چون نمیشد دیگه، یعنی زیاد دوام نمیکنه. به خاطر تنها یک کمک روتین پوستی کردم و در سرش گفتم اولین بار بود که گفتم یک کمک برانزر رو کنتوریزا میکنم دیگه. ببینیم خب این از سرخی سه it is so good. It just melted like a butter on your skin and also it gave a beautiful sunset color on your cheeks. یعنی این رنگش رنگ دلخواهیم است که به حد و به اندازه دوست دارم و این برانزر بنفیت هم خب مطمئن هستم که کل دختر عاشقش هسته. خلاصه دیگه این برانزر هیچ حرف نداره و زیادتر وقتا سایز ریگولرش اوفستاگ است و میریم که سرخی دیور که هم عاشقش هستم. میفهمید که هم پیگمنت خوب داره، هم یک جلای مقبول داره و هم رنگش دیگه واو. خود که دخترها بیاین ازی بگوین که چی میکنن شما در گرمی ها که همین میکاپ تان یک ذره زیاد دوام میکنه. یعنی اینطور نیست که فیکسینگ سپری یا ستینگ سپری جو استفاده نمیکنه ولی اصلا نتیجه نمیده. خلاصه دیگه بعد از یک چند ساعت همطور خراب میشه کلگیش. باز دیگه از این پاودر اودا بیوتی که هم عشق کل دخترها هستم، مطمئن هستم و بسیار خوب کل سمتر در جایش ست میکنه، بسیار دوست دارم و همچون یک بوی بسیار خوب دارم. راستی این ویدیو از روز شنبه است که من نو گفتم باش که ایرا شریک کنم امرای شما نازنینا. مطمئن هستم که هر ویدیوهایی که میمانیم یک کمک نشاید زیادتر کمی کاستی داشته باشه. دوست دارم که برام بگوین چون من پروفیشنال میکاپ آرتیست نیستم و فقط این ویدیو کارم که میمانم هم تو شوقی است دیگه. و دیگه رفتم که تازی آیشادو پالت دیور که بسیار یک رنگای مقبول داره، واقعا بسیار خوبیش است. کمک پشتشم رنگ کردم دیگه. خداحافظ.